وقتتون بخیر باشه. میخوام یک کوکی کری درست کنیم، یک کوکی ترد و خوشمزه و عالی که بتونید تو خونه هاتون درست کنید و لذتشو ببرید. ترکیبات این کوکی: کره گیاهی، شکر، شکلات خرد شده، آرد، تخم مرغ، جوش شیرین، بیکینگ پود و مقداری نسکافه. برای ترکیباتش یعنی مخلوط کردن مواد زیاد سخت نگیرید. ببینید خیلی‌ها کره رو اول مخلوط میکنن، شکر رو اضافه میکنن، ولی من کره و شکر رو همون اول کار اضافه میکنم، مشکلی هم اصلا نداره. اینو ترکیب میکنیم. دور کند دستگاه یه خورده میکس بشه، یه چند بار دورگیری بشه تا بریم مرحله بعدی. یه مقدار نسکافه آب شده به موادم اضافه میکنم، یه طعم نسکافه خوب بگیره تا خوش‌طعم‌تر بشه. دورگیری هم باید اینجا این قسمت انجام بشه تا نسکافه و کره و شکر کاملا با هم مخلوط بشه. زمانی که کره و نسکافه و شکر با هم مخلوط شد، تخم مرغ رو دونه دونه بهش اضافه میکنیم. خب مرحله بعدی مواد خشک با هم دیگه ترکیب میشه. نگاه کنید به این صورت هم بیکینگ بود هم جوش شیرین رو با هم مخلوط میکنم. یه مقدار بعد اینو مخلوط کنید به مواد اضافه کنید. مواد خشک رو با هم مخلوط میکنم و به موادم اضافه میکنم. یه مرحله اضافه میکنم. دومی مرحله آردو به موادم اضافه میکنم. اینم در واقع باید تو 3 مرحله آرد اضافه بشه. اینم آخری مرحله آرد کاملا به مواد اضافه میشه. برای مغزی خمیرتون میتونید از تیکه‌های شکلات تخته‌ای استفاده بکنید، گردو و خیلی از ترکیبات دیگه میتونید استفاده کنید و لذت ببرید. ما شکلات خرد شده رو بهش اضافه میکنیم. ببینید ترکیباتی که ما اندازه هاشو به شما دادیم، اگر احساس کردین خمیرتون یه مقدار شله، یه قلقی داره، شما اضافه بر سازمان میتونید یه مقدار خیلی کم آرد به خمیر اضافه بکنید تا یه مقدار از اون حالت شل بودنش خارج بشه. خب خمیرمون آماده است. خمیرهای کوکی رو حتما باید 4 ساعت داخل یخچال استراحت بدین تا سر حال بشه و ترد و خوشمزه و عالی بشه. بعد استراحت خمیر میاریم رو میز کارمون، یه ذره اینو ورز میدیم و شروع میکنیم به گرد کردن خمیر. اندازه هایی که میخواین درست بکنید هم میتونید وزن بکنید، هم میتونید چشمی رو درست کنید. اندازه هاش 40 گرمی 50 تقریبا تو همین ابعاد خوبه. این حالت گرد بکنید، فقط بذارید روی سینی به همین سادگی. میتونید حتی این خمیر رو مثلا گرد بکنید، این حالت بکنید، خب یه تیکه شکلات یا نوتلا بریزید داخلش و این حالت اینو جمع بکنید و بذارید تو سینی. این حرکت هم میتونید انجام بدید، بس سخت نگیرید، خیلی ساده و راحت میتونید شما هر کوکی که دلتون میخواد رو درست بکنید. فرمون به اون درجه دلخواه رسید و کوکی رو میذاریم داخل فر. سریع هم درشو ببندید، فنو بزنید تا کاملا بچرخه و کوکی پخت بشه. خب کوکیمون کاملا پخته و یه پخته یک دست و عالی با فر کیتوگاز طبرستان.
عسل. خب بچه ها کوکیمون آماده است. میخوایم بدیم کوکی رو آقا مهدی عزیزمون تست کنه و نظرش رو میخوایم بدونیم. بفرمایید. سلامت باشید. کوکی کری هست، بافت عالی و روش هم شکلات گذاشتیم. فقط بافتش رو میخوایم ببینیم به چه صورته. تستم بکنیم. الان هم تردی رو داره، بله. همون نرمی کوکی خودشو داره، هم قشنگ مغز کوکی پخته شده. مغز پخت شده، درسته؟ مغز پخت شده، آره خیلی عالی. مرسی. خواهش مرسی می‌کنم. از نظرتون. دست شما متشکرم. در نکنه. امیدوارم تو مرسی. خونه‌تون درست بکنید و لذتشو ببرید.